سلام دوستای عزیز، امروز یک 4 دانه نان پخته کردیم. به نظرش مشتوره سهل کید. این 4 دانه نان پخته کردیم در تندور آینی. البته تندور ساختی همینجی. اول البته تندور نبود، دیره بچهای افغانی اندونزیایی ها یاد دیده که شما این رقم تندور جور کن. باز اینا جور دوره اینا زیادی مردم تندور داره در خانه نان پخته نه دیگه. یک ده کسایی که برای فروش پخته نه زمین تندور داره خانه پخته نه، باز از او در بازار مبره سودا منه. از مهمینی تختیش جور کردم بلده حال دبنش زوله منیم. یعنی هم که رفیدیشی یا اونو خودی تندور. یعنی هم از هوای آب و هوای اندونزی جاکارتا، آب بگور البته نه جاکارتا. این مقدار ابریه سبزی اندونزی که خودمون خبریم دیگه که خیلی سرسبزه، تمام جایش درخت یعنی گازهای اندونزی، گاز اندونزی واقعا خیلی خوب شه. یعنی 3 کیلو گاز جایی نمیگرم. ای بابای موتور چین پس صدا داره مگرم خیلی برکت داره گازش. یک رقم موسوزه خوبش لشم تمام چیزش موسوزه که یعنی گاز در داخلش نمونه. در افغانستان اونجا همی گاز خوب کلان رم بری در آخرش یک روغن برمشه که نموسوزه هیچ. مگر گاز اینجا خیلی خوب شه، صافه واقعا خوب، همش میتونه خوب صحیح موسوزه. دیگه این می بود از نان پخته دو. اگه خوش آمد لایک کن. خداحافظتان تا ویدیوی بعد.